قبلا بهتون آموزش داده بودم که چگونه با کمک مقوای کارتون و خمیر کاغذ چنین شلف‌های دیواری یا رومیزی رو درست کنید. حالا میخوام بهتون آموزش بدم بعد از اینکه این شلف‌های دیواری یا رومیزی رو درست کردین چجوری باهاش ساعت دیواری یا ساعت رومیزی درست کنید. قبلا بهتون گفته بودم که اگه میخواین دقیقاً کارتون مماس بشه با دیوار، میتونید در خودکار رو داخل کارتون تعبیه کنید. اما اگه نداشتید میتونید از رول پلاک سایز کوچیک تهیه بکنید از ابزار فروشی‌ها و به جای در خودکار داخل کارتون تعبیه کنید. مثل من دقیقاً وسط کارتون رو مشخص میکنید و سعی میکنید که اون قسمت رو با کمک دریل و مته‌ای که 6 میلیمتری هستش سوراخ کنید. پیشنهاد میکنم از موتورهای تایوانی که بدون صدا هستش تهیه کنید که دو نوع داره، یکی پایه بلند و پایه کوتاه که من در اینجا از پایه بلند استفاده میکنم. اگر شما قصدتون اینه که فقط ساعت دیواری رومیزی درست بکنید، همون مرحله که در واقع اومدین خمیر گذاری میکنید دیگه نمیاین پشت کار رو صاف بکنید. ما قبلا چون میخواستیم به عنوان شلف دیواری ازش استفاده بکنیم یا شلف رومیزی، اومده بودیم پشت کار رو با کمک سنباد کاغذی صاف و مسطح کرده بودیم. اما شما وقتی که میاین این رو به عنوان ساعت دیواری یا رومیزی درست میکنید، همون موقع که در واقع خمیر گذاری میکنید سعی کنید خمیر گذاری هم زیاد از حد انجام ندید، وگرنه موتور ساعت رو نمیتونید پشت کارتون تعبیه کنید و دچار مشکل میشین، حتی اگه موتور ساعتتون پایه بلند باشه. در واقع اگه شما پایه کارتون که همون پشت شلفتون هستش رو خمیرگذاریش رو به مقدار خیلی کمتری انجام بدین، میتونید قسمت صفحه نمایش ساعت رو به مقدار بیشتری خمیرگذاری بکنید تا بتونید اون برجستگی لازم رو به سطح کارتون بدین. اگر نه میتونید دقیقا مثل من مراحلی که براتون میذارم رو اجرا بکنید تا ساعتتون شبیه به من بشه. برای اینکه سطح کارم رو با مقدار خیلی کمی از خمیر بپوشونم، بهتون پیشنهاد میکنم که مثل من از پودر پاپیه ماشه استفاده بکنید که میتونید از سایت در بسته‌بندی 200 گرمی تهیه‌اش بکنید. و من برای اینکه شما متوجه بشین که چه موادی رو داخل پودر اضافه کردم، پودرمو از قبل خیس نکردم، ولی روش سعیش اینه که شما از قبل پودرتون رو خیس بکنید، آبش رو بگیرید و بعد این مواد رو بهش اضافه کنید. پودر پاپیه ماشه به خاطر بافتی که داره، موادی که بهش اضافه میکنیم چسبندگیش رو بالاتر میبره و مقاومت بالاتری داره. به همین خاطر مثلا داخل کارم چسب چوب استفاده نکردم، به جاش از چسب خانگی، پودر بتون یا پودر سنگ هنری متا، نرم کننده یا شامپو استفاده کردم و با هم ترکیبش کردم. و همونطور که گفتم بهترین روش استفاده اینطوری هستش که شما مقداری از پودرتون رو داخل کیسه بذارین، خیسش کنید و آبش رو بگیرید و این مواد رو بهش اضافه کنید. من در واقع از پودر پاپیه ماشه مواقع استفاده میکنم که فقط نیاز به ترمیم داشته باشه کارم، دقیقا همین کاری که الان داریم با هم کار میکنیم و فقط میخوایم صفحه کارمون رو با مقدار خیلی کمی از خمیر بپوشونیم. هیچ مقیاس خاصی نداره واسه اضافه کردن مواد، فقط اینو بدونید که اگه خیلی کارتون چسبنده شد بعد به کارتون پودر اضافه کنید یا همون پالپ کاغذ اضافه کنید اگه از پالپ استفاده میکنید. اگر خیلی کارتون خشک بود بهش مقدار چسب خانگی اضافه کنید که اون چسبندگی لازم رو ایجاد بکنه و بتونید به راحتی رو سطح کارتون استفاده کنید. برای اینکه بتونید رو سطح کارتون خمیر گذاری کنید کافیه که اول از همه مته رو داخل سوراخ قرار بدید تا اون قسمت با خمیر پوشیده نشه و بعد سعی کنید که تمام سطح کارتون رو با کمک خمیر بپوشونید. چون قبلا این کارمون شلف دیواری بوده، من اون قسمتی که سوراخ بود رو اول از همه با کمک چسب کاغذی پوشوندم و بعد سعی کردم با کمک خمیری که درست کردیم سطح کار رو بپوشونم. کار کردن با چنین خمیری بی نهایت راحته و شما با دستتون راحت میتونید هر فرمی که دوست دارین رو به این خمیر بدین، دقیقا مثل من. واسه نیازی به هیچ وسیله خاصی نیست تا بتونید رو سطح کارتون پهنش کنید، چون به راحت روی سطح کار میشینه. سعی کنید وقتی خمیر گذاری میکنید مثل من با انگشتتون به خمیر فرم بدین تا وقتی که خشک شد یه بافت جذابی رو به کارتون بده و خیلی هم مناسب افرادی هستش که دوست دارن بعد از اینکه خمیرشون خشک میشه و رنگ‌آمیزی میکنن پتینه کاری رو اجرا کنن. ما معمولا از موتورهای پایه بلند استفاده میکنیم و اینجا هم چون مقدار خیلی کمی من میتونم خمیرگذاری بکنم سعی میکنم خمیرگذاری رو بیش از حد انجام ندم تا وقتی که خواستم موتورم رو پشت کار تعبیه کنم دچار مشکل نشم. سعی کنید تمام سطح کارتون رو دقیقا مثل من
بپوشونید تا وقتی که خشک شد یه بافت جذابی به سطح کارتون بده و مثل من سعی کنید با فشار دادن انگشتتون روی سطح کار بهش بافت بدین. این قسمت حواستون باشه که خیلی ضخامت رو زیاد نکنید وگرنه موقعی که میخواید موتور رو ببندید دچار مشکل میشین. بعد از اتمام خمیرگذاری سعی کنید که روی تمام قسمت‌های خمیرتون مثل من چنین بافتی رو ایجاد کنید. یعنی با فشار دادن روی قسمت‌های مختلف سعی کنید که چنین بافتی رو بدین تا وقتی که خشک شد سطح کارتون جذاب بشه. بعد از اینکه کارتون خشک میشه، برای اینکه بتونید موتور ساعتتون رو به خوبی تعبیه بکنید بهتون پیشنهاد میکنم اون قسمتی که سوراخ کردین رو مثل من سعی کنید با کمک همون مته که آغشتش کردیم به چسب چوب چند بار داخل اون کار قرار بدین تا تمام قسمت‌های داخلی به چسب چوب آغشته بشه و وقتی که شما سعی میکنید موتور ساعت رو داخلش قرار میدین دیگه آسیبی به کارتون نزنه. در واقع وقتی ما این چسب چوب رو میزنیم به دیواره ها میچسبه و دیگه اون قسمت ها باز نمیشه و دچار مشکل نمیشین. اگر میخواید ساعت دیواریش بکنید حتما یادتون باشه که دقیقا مثل شلفی که بهتون آموزش داده بودم پشت کارتون رو با کمک همین مته سوراخ بکنید و این دفعه به جای در خودکار از رول پلاک استفاده کنید، اونم سایز کوچیک، و بعد آمادش کنید برای رنگ‌آمیزی که قبل از رنگ‌آمیزی هم کافیه که با کمک سنباد کاغذی تمام سطح کارتون رو جایی که احساس میکنید برآمدگی بیش از حد داره رو از بین ببرید و بعد رنگ‌آمیزی رو شروع کنید. من برای اینکه سبک مینیمال رو دوست داشتم اومدم با کمک رنگ سفید آکریلیک تمام سطح کارم رو رنگ کردم. اینجا یه نکته هست، من وقتی که قلمم رو داخل رنگ میزنم و سعی میکنم سطح کارم رو رنگ کنم سعی میکنم که یه جایی از کارم رو اسپری آب بزنم تا راحت تر این رنگ پخش بشه. شما میتونید به جای این کار داخل رنگ آکریلیکتون مقداری آب اضافه کنید و با قلمو سعی کنید رو سطح کارتون بزنید، ولی من از این روش استفاده میکنم برای رنگ‌آمیزی سطح کارم. در این ویدیو بهتون یاد میدم که موتور ساعت رو چجوری پشت کارتون تعبیه کنید. من در اینجا عقربه‌های ساعت سایز کوچیک نداشتم، مجبور شدم که عقربه‌های ساعتم رو با کمک قیچی و انبر کوچیک‌تر کنم که شما هم اگه چنین مشکلی داشتین میتونید مطابق با مراحلی که انجام میدم پیش برید تا بتونید عقربه‌هاتون رو سایزش رو کوچیک‌تر کنید. اگر خواستین ساعتتون رو دیواری کنید همونطور که قبلا گفتم پشتش رو سوراخ میکنید و سعی میکنید با رول پلاک یا در خودکار داخل کارتون تعبیه کنید تا مستقیما روی دیوار قرار بگیره و دقیقا مماس با دیوار بشه. ببینید اگر قصدتون این بودش که فقط دیواریش بکنید، اگه عقربه‌های ساعتتون رو کوچیک هم نمی‌کردید مشکلی نبود، اما اگر میخواید ساعتتون رو رومیزی کنید باید دقیقا مثل مراحلی که من انجام میدم بعد عقربه‌هاتون رو کوچیک‌تر کنید در صورتی که عقربه ساعتتون کوچیک نبود و یه ذره سایزش بزرگتر بود. برای کوتاه کردنش هم کافیه که عقربه رو اول از همه علامت بزنید جاش رو و بعد با کمک انبر یا قیچی کوتاهش بکنید و سعی کنید لبه‌های کارتون رو با کمک قیچی فرم بدین و ممکنه وقتی این کار رو انجام میدید کمی رنگ عقربتون از بین بره که میتونید با کمک لاک سیاه یا رنگ آکریلیک به صورت ضربه رو سطح کارتون بزنید تا اون سطح کارتون رنگ‌آمیزی بشه که میتونید برای رنگ‌آمیزی عقربه‌های ساعتتون از تامپون هم استفاده کنید. یعنی تامپون رو آغشته کنید به رنگ و سعی کنید به صورت ضربه‌ای روی عقربه‌های ساعتتون بزنید تا رنگ بهتر بشینه. بعد از اینکه به عقربه‌هاتون فرم دادین کافیه که از سوهان فلزی استفاده کنید و لبه‌های کارتون رو تمیز کنید. و در انتها اگر نیاز به رنگ‌آمیزی بود با کمک لاک یا با کمک رنگ آکریلیک مورد نظرتون رنگ‌آمیزیش کنید.
من عقربه‌ای که کوچیک‌تر بود رو سایزش رو کمی تغییر دادم تا یه ذره از نظر ظاهری شبیه به هم بشه. دقیقا هم مراحل قبلی رو برای عقربه کوچیک‌تر هم انجام میدم. جهت تثبیت رنگ کارتون بهتره قبل از اینکه موتور ساعتتون رو تعبیه کنید با کمک اسپری کیلر پشت و روی کارتون رو اسپری بزنید و بذارین کاملا خوش بشه و بعد سعی کنید که موتور ساعت رو تعبیه کنید. و یا حتی میتونید از وارنیش مات وستا یا وارنیش براق وستا استفاده بکنید و حتما بهش زمان بدین که کاملا خوش بشه تا بتونید موتورتون رو تعبیه کنید. این عقربم اومدم کوتاش کردم تا بتونم به عنوان ساعت رومیزی ازش استفاده بکنم.